میخوایم که یک دونه شلوار قصی کنیم. انشالله خدا کنه که مورد تعیین شما قرار بگیره. قد تضییت 105 ما 105 میگیریم به اضافه یک کمر از یعنی از قسمت 3 سانت کمر میخوره. قد تضییت خط کنیم و 4 تا شلوار همیشه تقسیم بر 4 میشه. اگر 100 قد باشه ما 25 چارتش میگیریم. بعضی ها بلندتر خوشترن 27 میگیریم یا 30 میگیریم. این باز مسئله بعدیه. در حال ما این میگیریم 27. از قسمت 27 که چوت میشه و حساب زانو از این یعنی این قسمت را ما 37 میگیریم. خط میکنیم که بفهمیم که مثلا زانو با کدام استقرار میگیره. بعد قسمت باسن شلوار به این شکل خط میشه از قسمت تا به سر سورین. اگر شلوار دامانی باشه راسته باشه که خوب ما میرم درست میریم. اگر نباشه یک ذره گیر چنگ میکنیم. اگر عیانا که مثلثی بر بداریم این از وسط میگیریم که مثلا قسمت زانو هست زانو مثلا هست زانو 22 وسط نصفه یاسنه میکنیم که این چنگ بر میداریم از هر دو طرف. اگر نباشه یک کمی به این شکلی خط میکنیم. قسمت کمر شلوار هست 80 تقسیم بر 4 میشه 22 سانت هم حتی درز داره 22. باسن 98 که ما تقسیم بر 4 بکنیم تقریبا میشه 100 بگیریم 25 24 میگم 2 حتی درز 26. این قسمت چوت شلواره از کمر تا به چوت. بیشتر به شما عرض کردم از قسمت کمر تا به چوت شلوار اگر قد 100 باشه تقسیم بر 4 میشه 25 ما چوت شلوار میگیم. از این قسمت چوت تا به این قسمت زانوی شلوار میشه. ما به شلوار ران داریم، زانو داریم، باسن داریم و پاچه داریم. ما این حال از این قسمت ران از این میگیریم. استاد ران نوشته نکردیم نه؟ این 25 دو هم حق درز 27 یعنی این ران میشه. زانو نوشته نکردیم استاد؟ خب خیر باشه. این همین تخمینا زانو را میگیرم 23 سر پاچه 25 میگم 25. میشه گفت یک کمی نه راسته و نیامده خیلی اصطلاح چسب متوسط. این قسمت هم جای زیپ هست که این ما حدوداً 24 سانتی میگیریم برای زیپ.
این میشه اول به نام ماده شلوار میشه. ماده شلوار به چی میشه؟ بعد مثل که این دو پاچه دیگه چی میشه به نام ما میگیم نر پتلون. به اصطلاح ایرانی میگم نر شلوار. ما میگیم نر پتلون. ما زیادتر کلماتی که ما به اصطلاح به اینا میگیم اینا کلمات انگلیسی. ما پتلون میگیم، برادرای ایرانی ما شلوار میگن. ما تقریبا میشه بود همسایه ایران هم هستیم و زیادتر همین دختی که ما میکنیم دخت ما به مدل انگلیسی هر کاری که ما داریم انگلیسی. ماده شلوار میشه دو پاچه پیش روی شلوار. نر شلوار میشه دو پاچه پشت شلوار. که این مال برای شما چی میکنم که اول ماده شلوار برداشته میشه، بعدا از روی ازی باز نر پتلون هم یا نر شلوار هم ریخته میشه. یعنی حالی قسمت کمر اینمو اندازه که ما اول برداشته بودیم به اضافه دو دانه فیف یا دو دانه قدر زیر ما میگیریم این و این هم درزمایه. بعد اینجی قسمت برج پتلون یاد میشه. برج پتلون ما بستگی داره به طرف که مثلا بعضیا قسمت باسن اینا بزرگتره، ما این برج زیادتر میگیریم به خاطر که حساب لگن ور میداره برج. ما بنا برج بگیریم. یعنی این باسنه، قسمت باسن خاطر که ور میداره. این هم مطابق به همین چات ازی که برداشته شده خط میشه. زنو هم این چیز خط میشه. بعد این از این قسمت میاییم تا به این قسمت. این هم 7 درز از اینه میشه. بعد چکار میکنیم از این قسمت این به این شکل خط میکنیم. بعد این هم این چیز حالا ما رو فکر کنیم اینجی ما چنده به زیر درز مایه گرفتیم 6 سانت. به یک قسمت چنده 4 سانت. یک قسمت هم 4 سانت. اینا حق درزه که یک زمان شلوار کل میشه پلانه میشه. ایچی ما میتونیم که اصلاح بکنیم. این هم اینجی درز مایه نمایه. این فکس رو پاچی شلوار میشه. رو پاچی شلوار یا پتلون فکس های نمی برداشته میشه. این قسمت چات اینه، چات شلوار گفته میشه. این چات پشت پتلون بود. دو پیشتر که ما برداشته بودیم چات پیش پتلون بود. این پشت پتلون یاد میشه. خدا کنه که مورد توجه دوستا قرار گرفته باشه. اگر باز یک وقتی عیانا سوالی
مشکلی بود ما خدمت برای ما پیام بدیم، ما برای شما از طریق پیام انشالله مشکل شما حل میکنیم، در خدمت شما هستیم. این حال ای پشت از این چی دو تا ساسون میخوره، به خاطر چی؟ به خاطر لگن این لگن ور میداره، یکی به این طرف، بعضی ها که لگن اینا زیاد کلان باشه دو دونه میگیریم، بعضی ها یک دونه، این یک دونه کفیه. بعد دیگه چیزی نداره، یک کمر داره که ما اونجا کمر پتلون میگیم یا سنته میگیم، یا سنته پتلون میگیم، یا سنته پتلون یا کمر پتلون. این شد شلوار زنانه.